با این کار 99% شانس مهاجرت کاری به اروپاتون رو افزایش بدید. در ضمن یک ویدیو تبلیغاتی نیست، میخوام مواردش رو تا انتها بهتون آموزش بدم. اگرم فرصت ندارید تا انتها ببینید حتما سیوش بکنید. تنها کشوری که بدون مدرک زبان، بدون مدرک تحصیلی خاص، بدون دردسرهایی که عموما مهاجرت کاری داره میشه بهش مهاجرت کرد، کشور رومانی هستش و بعد از اون میتونید وارد هر کشوری که دلتون میخواد بشید. برای مثال من میخوام برم آلمان، بدون مدرک زبان رومانی مهاجرت میکنم، اونجا در کالج های زبان آلمانی شرکت میکنم، همزمان کار میکنم و 3-4 هزار یورو هم درآمد خواهم داشت. البته نمیخوام بازارگرمی بکنم، شغلتون اوبر یا بولت هستش، یعنی تاکسی اینترنتی. لازم نیست ماشینم بخرید، با هفته 100 یورو خودمون براتون ماشین اجاره میکنیم، هفته 100 یورو هم هزینه بنزینتون میشه. تو این بازه زمانی هم دارید کار میکنید، هم به یورو درآمد دارید، درآمدتون هم خوبه، هم تو اتحادیه اروپا داره براتون بیمه رد میشه و هم سابقه کاری داره رد میشه. زبان و کشور مقصد نهاییتون هم دارید یاد میگیرید. دیگه چی از این بهتر؟ ما کل این پروسه رو صفر تا صدش رو بهتون کمک میکنه براتون انجام میدیم. فقط کافیه که کلمه رومانی رو کامنت کنید.